درود بر شما. اخبار امروز چهارشنبه 1 مارس را من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم میکنم. امروز در برنامه امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی در اسلام آباد پاکستان خواستار همکاری‌های بیشتر شد. تاجران تاجیکستان و روسیه در خوجند قراردادهای نو امضا کردند و گفتند قراردادها نباید روی کاغذ ماند و داد و گریفت باید بیشتر شود. او استاندارد که ما می‌فهمیم همون استاندارد هم گلوس رو از نظر تغییر کردیم. لیکن قرارداد پیدا نشد. ما مجبور شدیم خودمون صاحبانه خود خطی امر به روسیه بریم. گاز مایع و بنزین در دوشنبه گرانتر شده است و رانندگان از بالا رفتن قیمت‌ها شکایت دارند. در مدت یک هفته همین باز بنزین و گاز 1 سوم و 10 تین زیاد شد. 2 سوم 30 تین بود. هم وقتی که پریوال محکم شد 3 سوم و 10 تین است. تفصیل خبرها. در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی برگزار شد و از ضمن آن امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواست همکاری‌های اقتصادی در منطقه بیشتر شود. رحمان گفت کشورهای عضو تاجیکستان، افغانستان، ایران و ترکیه، پاکستان، ازبکستان و قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان امکانات زیادی استفاده نشده دارند که باید برای تقویت همکاری‌ها به کار ببرند. امامعلی رحمان از جمله خواست سرمایه‌گذاری مشترک زیاد شود. مساعدت با همگیری بیشتر و وسیع، فعال گردانیدن دستگیری همدیگر، توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری، همچون عنصرهای کلیدی همکاری از جمله سمت‌های ماشین برای ما باید در مقام هدف‌های استراتژی پذیرفته شود. و درباره نشست امروزه در اسلام آباد قبل از برنامه صحبتی داشتم با محمد امین مدقق مدیر رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی. آقای مدقق به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً در نشست امروزه میگفتید که رهبران کشورها و نمایندگان بلندپایه کشورهای عضو راجع به کدام موضوعها صحبت کردند و تمرکز سر کدام مسائل بود؟ در نشست امروزی روی موضوعات مختلف بحث شد ولی 3 موضوع خیلی برجسته بود که از اون میان موضوع امنیت بود، همکاری‌های امنیتی، همکاری‌های تجارتی و مبارزه با مواد مخدر. در بخش موضوعات همکاری‌های امنیتی تاکید بیشتر از طرف رئیس جمهوری ترکیه صورت گرفت، چنانچه اونا گفت که اگر ما می‌خواهیم با پیشرفت اقتصادی دست یابیم باید همکاری‌های امنیتی خود در بین خود زیاد کنیم و اونا گفتن که متاسفانه افغانستان نمیتونه به تنهایی با خطر تروریسم و بنیادگرایی مقابله کنه، بنابراین همه کشورهای عضو باید در این مبارزه سهم بگیره و در بخش همکاری‌های اقتصادی و روابط تجارتی چون شما فرمودین رئیس جمهور تاجیکستان و صدر اعظم پاکستان نواز شریف خیلی در این قسمت تاکید کردند، اما متاسفانه مشکل این کنفرانس و کنفرانس های دیگه منطقه‌ای مثل سارکی است که همه چیز در لفظ میماند، یعنی واقعیت ها دیگر است. واقعیت ها چیزی دیگر است. چنانچه شما میبینین افغانستان به مثابه کشور قلبی آسیا و به مثابه کشوری که روابط مهم اقتصادی بین پاکستان و آسیای میانه از این راه میشه، یعنی یک پل بسیار مهم بین آسیای میانه و پاکستان است، اما متاسفانه از 15 روز به این طرف راههای که از پاکستان به افغانستان می بند است، یعنی سرحد بین افغانستان و پاکستان به دلایل امنیتی و به دلایلی که شاید هم حکومت ملکیش نخواهد از طرف نظامیه بند است و در نتیجه تمام تجارت بین افغانستان و پاکستان و تمام تجارت بین افغانستان و تاجیکستان که از این راه صورت میگیره و ازبکستان بند است. محمد امین مدقق مدیر رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی درباره نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی با ما صحبت میکرد. صحبت کامل او در وبسایت azadi.org.
و آنگونه که گفتم در روز نشست نمایندگان بلندپایه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی در اسلام آباد در یک ترکیش قوی در کابل پایتخت افغانستان به وقوع پیوست. مقامات رسمی گفتند در چند حمله هماهنگ شده جنگجویان طالب به اداره‌های پلیس و کمیته امنیتی ملی در کابل 1 نفر کشته شد و 37 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت امور داخلی افغانستان گفت حمله ها را جنگجویان و مرگ طلبان انجام دادند. یک سخنگوی طالبان مسئولیت حمله ها را بر دوش گرفت. عملیات برای پاککاری منطقه ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از سفرش به تاجیکستان به شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان رفت و با رئیس جمهور المزبک اتامبایف ملاقات کرد. برای استقبال رسمی در روز 28 فوریه ولادیمیر پوتین گفت اگر نیروهای قرقیزستان قوی بشوند نیروهای روسیه پایگاه نظامیشان در فرودگاه کنتی بیشکک را ترک میکنند. ولادیمیر پوتین همین هفته به 3 کشور آسیای مرکزی قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان سفر کرد تا توجه کشورش به منطقه را نشان بدهد. ولی با وجود صحبت‌ها درباره تقویت همکاری‌ها در منطقه، رقم‌ها نشان می‌دهند که تجارت بین کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و روسیه کم شده است. در یک انجمن تاجران تاجیک و روس که در شهر خوجند صورت گرفت گفتند که صادرات محصولات کشاورزی از تاجیکستان به روسیه به مراتب کم شده است. گزارش همکاران ما معصوم محمد رجب و مومن احمدی در همین باره است. صادرات میوه و سبزیجات از تاجیکستان بر روسیه در یک سال اخیر کاهش یافته است. این نکته را اشتراکداران انجمن دوم شرطنامه‌بندی در شهر گلستانی ولایت سوغد بیان داشتند. قسم زیادی میوه و سبزیجات تاجیکستان بر روسیه توسط کشورهای سیوم به نوبت اول قرقیزستان و قزاقستان صادر می شود. در سال گذشته صادرات میوه و سبزیجات از قرقیزستان به روسیه نظر به سال قبل 38 بار زیاد شد، ولی ما می‌دانیم که قسم بیشتری این مال از تاجیکستان است. روسیه از خریداران اصلی میوه و سبزیجات تاجیکستان است. در سال گذشته 2016 حدود 10% میوه و سبزیجات مورد نیاز این کشور به مبلغ 1 میلیارد روبل روسی از تاجیکستان صادر شده است. بنا به اطلاع اداره کشاورزی سوغد در سال گذشته بر روسیه از تاجیکستان رسما 84,000 تن سبزیجات و 48,000 تن میوه و نظر به سال 2015 میوه 17,000 تن و سبزیجات 4,000 تن کم صادر کرده شده است. در اینجا محترم انور یعقوبی نهایت درست قید کردند. آن کس گفتند که ما این راه ها را دریافت کرده ایستادیم و در آینده تمام چاره ها رو می اندیشیم، به صاحبکاران وطنی امتیاز بدهیم و آنها به ممانعت از جمهوری صادر کنند محصولات خود را. انجمن شرطنامه‌بندی سال دوم است که در گلستان برگزار می گردد. یک هدف آن برطرف کردن مشکلات صادرات میوه و سبزیجات تاجیکستان بر روسیه عنوان می شود. سال من فورم بود. بله. چه که در اینجا میگن عملی نمیشه. همین عملی کنه. مثلا میگن خریداری میکنیم نکی او استاندارد که اون میفهم همون استاندارد هم گلوس رو از اون داد تغییر کردیم. نکی خریدار پیدا نشی. ما مجبور شدیم خودمون صاحبکاری خود کردی امیر به روسیه بری. همین که همین وقتی که این طرفو گپ میزنم از قزاقستان باشه که روسیه باشه همون عملی کنیم پیشتر اپلات کنم مثلا یک کویز معینی که همون دهخون هم استفاده کننده بدیل پور هم رو تیار کنم. تاجران میگویند ارزش صادرات میوه و سبزیجات از تاجیکستان بر روسیه گران است. به حیث مثال انتقال 60 تن بار توسط راه آهن از خوجند تا روسیه بیش از 30,000 دلار آمریکایی است که نه هر شرکت خرد توانی برداشت این خراجات را دارد. ولی انتقال آن توسط قرقیزستان به مراتب ارزان می‌افتد. در انجمن دوم شرطنامه‌بندی در مرکز تعلیمی بانک ملی در شهر گلستان حدود 150 صاحبکار و دهقانان تاجیک و شرکت‌های خریدار و صادرکننده از روسیه و قرقیزستان و قزاقستان و بلاروس شرکت داشتند. بر پایه اطلاع رسمی در طول 2 روز تاجران و صاحبکاران تاجیک با نمایندگان شرکت‌های خریدار و صادرکننده روسیه در مورد انتقال میوه و سبزیجات 17 شرطنامه بستند.
رو می‌آوریم به مسائل بین المللی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین سخنرانیش در کنگره به وعده‌های داده‌اش در انتخابات تاکید کرد و گفت که به حل مسائل داخلی از اولویت می‌دهد. او روز 28 فوریه گفت مشکلات شهرها در آمریکا نادیده گرفته شده است و کارگران در کشور رنج می‌کشند. دونالد ترامپ همچنین وعده داد که گروهی به نام دولت اسلامی را نابود می‌کند. ساجده میرزا گزارش می‌دهد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با پشتیبانی از پیمان ناتو دعوت کرد که ایالات متحده آمریکا خراجات نظامی را افزایش دهد. روز 28 فوریه در اولین پیام خود به هر دو مجلس کنگره دونالد ترامپ وعده داد که برای احیای به اصطلاح روحیه آمریکایی تلاش می‌ورزد. پرزیدنت آمریکا همچنین از وعده‌های پیش از انتخاباتیش یادآور شد و گفت که شهرهای آمریکا از توجه دور ماندند. کارگران آمریکایی از افزایش نرخ‌ها به ویژه قیمت حفظ بهداشت اذیت می‌کشند. اینفراستروکتور فرسوده شده، میزان جنایت مهاجران بالا رفته است. در ادامه پیامش دونالد ترامپ بار دیگر به ضرورت محوی به اصطلاح تروریسم اسلامی افراطی به خصوص گروه دهشت افکن دولت اسلامی اشاره کرد. او گفت به وزارت مدافعت دستور داده است برنامه نیست کردن شبکه دهشت افکن داعش را که در کشتارهای وحشیانه نصرانی ها و مسلمانان، زنان و کودکان تمام دین و مذهب ها دست دارد تهیه کند. در دوره پیش از انتخاباتی دونالد ترامپ بعضی نکته‌های مهم آیین‌نامه پیمان ناتو را زیر سوال گذاشته بود، ولی در پیام دیروزه او از ناتو حمایت کرد. ما شدیداً از ناتو پشتیبانی میکنیم. این پیمان در سالهای جنگ دوم جهانی فاشیسم را از حاکمیت برکنار کرد. در سالهای جنگ سرد کمونیسم را شکست داد. ولی هم پیمانهای ما باید عهده‌داری‌های مالی خود را اجرا کنند. حاضر بر پایه صحبت‌های صمیمی ما آنها این کار را اجرا میکنند. Based on our very strong and frank discussions, they are beginning to do just that. In fact, پرزیدنت ایالات متحده آمریکا توجه حاضرین را به کارین اوین جلب نمود. همسر این زن ویلیام راین اوین که در نیروهای تعینات مخصوص ایالات متحده ایفای وظیفه می‌کرد، اخیراً در یک عملیات ویژه بر ضد جنبش تروریستی القاعده در یمن کشته شد. ترامپ همچنین گفت که حکومت سابقه‌داران ارتش را فراموش نمی‌کند. و هزاران نفر در شهر اسکوپیه پایتخت مکدونیا با راهپیمایی مخالفت خود را به یک توافق سیاسی نشان دادند که در صورت تصدیق مقیاس استفاده زبان آلبانی را در کشور وسیع می‌کند. مسئله زبان یک پیش‌شرط سازش میان حزب سوسیال دموکرات و احزاب سیاسی آلبانی تباران در مکدونیا است. در صورت سازش دو طرف می‌توانند حکومت ائتلافی تشکیل بدهند. تظاهرگران با راهپیمایی به سمت بینای پارلمان سرود ملی مکدونیا را می‌خواندند و شعار می‌دادند که مخالف دو زبانی هستند. و گفته مخالفان در صورت توافق سیاسی با احزاب آلبانی تباران مکدونیا میتواند به کشور فدرالی تبدیل بیابد و از بین برود. برمیگردیم به تاجیکستان. در دوشنبه در دو سه هفته اخیر قیمت مواد سوخت به خصوص بنزین و گاز فوق‌العاده بالا رفته است. از جمله یک لیتر بنزین نوع 92 که قبلا 5 سومانی بود 10 درم بود تقریبا 1 سومانی افزایش یافته است و حالا در بنزین فروشی ها 1 لیتر آن را تا 6 سومانی می خرید. قیمت گاز مایع که بیشتر از 60% ماشین ها از آن استفاده می کنند یک بار بالا رفت. در مدت یک هفته همین باز بنزین و گاز 1 سوم و 10 تین زیاد شد. 2 سوم و 30 تین بود. هم وقتی که پریوال محکم شد 3 سوم و 10 تین است. واردات کمی بنزین و گاز از شمال تاجیکستان به سبب بسته بودن راه‌ها یک عامل بالا رفتن قیمت مواد سوخت در پایتخت شده است. عین زمان 1 لیتر بنزین 96 در ولایت سوخت 4 سومانی و 70 درم است. مقامات میگویند کمیسیون مخصوص عملکرد فروشندگان بنزین و گاز در پایتخت را تحقیق می‌کند. در آژانس ضد انحصارات تاجیکستان روز 28 فوریه به رادیو آزادی گفتند کمیسیون بین اداروی تحقیق می‌کند که رفتار فروشندگان مواد سوخت در پایتخت تا کجا قانونی است.
و آقای سلطان نظربایف نبیره رئیس جمهوری قزاقستان معاون موقتی رئیس فدراسیون فوتبال تعیین شده است. آقای سلطان نظربایف بارها شیوه کاری رهبریت پیشینه فدراسیون را تنقید کرده است و سال 2015 نامزدی خود را در انتخابات رئیس این سازمان پیشبری کرده بود. و اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org و هم در صفحه ما در فیسبوک آنجا ما با نام رادیوی آزادی پیدا می کنید. برای دریافت ویدیوهای بیشتر سر بزنید به یوتیوب و شبکه آزادی ویدیو که از آن رادیوی آزادی است.